میزانهای لنگ. میزانهای لنگ توی کتاب اگر دقت کنین از صفحه 46 شروع میشه. نوع جدیدی از ریتم هست که ما میزانهای ساده رو زده بودیم، میزانهای ترکیبی هم بعضیش رو زده بودیم. حالا سراغ میزانهای لنگ میریم. میزان لنگ ساده ترین تعریفش این هست که از جمع دو تا میزان ساده به وجود میاد. مثلا ما یه میزان 3 ضربی داشته باشیم و یه میزان 2 ضربی، جمع این دو تا میزان یه دونه میزان 5 ضربی رو خواهیم داشت از جمع این دو تا میزان که 3 ضربی ما میشمردیم 1 2 3 1 2 3. میزان 2 ضربی هم که میشمردیم 1 2. پس میشه 1 2 1 2 3. یه دونه 3 ضربی یه دونه 2 ضربی. 1 2 3 1 2. از اسمش معلومه میزان لنگ یک طرفش از یک طرف دیگه میزان بزرگتره یا کوچیکتره، مساوی نیستن، به صورت لنگ اجرا میشه. برای تمرینش میتونیم اول خارج از کتاب یه سری ریتم ساده، خیلی ساده با هم دیگه بزنیم، بعد وارد تمرین کتاب بشیم. مثلا ما 1 2 1 2 3 رو اول میزنیم، فرق نمیکنه چه 1 2 1 2 3 یا 1 2 3 1 2. 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 میزان 5 ضربی جمع دو تا میزان ساده. یه دونه 2 ضربی ما جمع کردیم با یه دونه 3 ضربی. اگر تو تمرین 249 هم نگاه کنید، بین نوت ها به وسیله نقطه چین از هم جدا شده، نوت ها به وسیله نقطه چین از هم جدا شده و اینکه میزان کامل نیست. الان توی تمرین 249 یه دونه 2 ضربی داریم و یه دونه 3 ضربی. 2 ضربی اون هست توم بک، یعنی 1 2 تا چنگ. 3 ضربی اون هست توم بک چپ 1 2 3. پس میشه توم بک چپ 1 2 1 2 3 1 2 3. قسمت بعدی 1 2 بک چپ دوباره 1 2 3 از اول 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 تمرین 250 1 2 میشه توم بک 1 2 3 مون توم بک. قسمت دوم 1 2 بک چپ توم چپ میشه 1 2 دوباره 1 2 3. پس توم بک چپ توم چپ بک 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 تمرین 251 توم ریز توم چپ بک ریز بک چپ بک 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
بزنید تا قبل از میزانه لنگ شمارشاتون حتما درست بشه که وارد میزانه لنگ میشین کمتر اذیت بشین. میزانه 2 ضربی 3 ضربی اینا رو شمارشاشو خوب انجام داده باشین دیگه هیچ مشکلی نباشه برای ترکیب این دوتا. اگر که سوالی یا ایرادی هم بود اشکالی بود میتونین با شماره تلفنی که اول ویدیو هست تماس بگیرین یا با موبایل خود من 912 218 61 97. خوشحال میشیم اگر بتونیم که کمک کوچیکی به شما کرده باشیم.